سلام، به یه ویدیو دیگه خوش اومدین. همونجوری که از تایتل مشخصه قراره تو این ویدیو یه سری ژلای شفاف رو بهتون معرفی کنم و بگم که کاربردشون چیه. تاپ مات که هدف اصلیش مات کردن سطح ناخونه، ولی میتونیم برای کشیدن طرح روی سطح ناخن ازش استفاده کنیم که به جای بافر کشیدن شما یه لایه از تاپ مات رو روی سطح ناخنتون میکشین و بعد به راحتی با مداد طرحتون رو روی سطح ناخن پیاده میکنید. تاپ کات که تاپ رو همونجوری که میدونین آخرین مرحله است که شما باید روی کارتون اجرا کنید. به عنوان یه لایه محافظتی از طرح و لاک ژلتون عمل میکنه، نوچی لاک ژل و ژلای دیگر رو میگیره و برخلاف تاپ مات سطح کارتون رو براق میکنه. همینطور از تاپ برای کروم زدن و سایه زنی هم استفاده میشه. بیس هدف استفاده از این ژل برای قوی کردن پایه برای لایه‌های بعدی ژل یا چسبندگی و دوام لایه‌های بعدی و به طور کلی سلامت صدف ناخن مشتری که توی کار ناخن مصنوعی ازش استفاده ای نمیشه. من چه استفاده ای ازش دارم؟ من به عنوان چسب نگین ازش استفاده میکنم و جایگزین ژل بلومینگ. ژل بلومینگ همونجوری که توی طرح‌های ماربل بهتون گفته بودم برای کشیدن طرح‌های ماربل، ماری و خیلی چیزای دیگه استفاده میشه. سالید ژل که به 2 دسته تقسیم میشه. دسته اول اونایی که بافت خیلی نرمی داره و دسته دوم اونی که خیلی بافت سختی داره که من از اونی که بافت نرم داره برای برجسته کردن سطح ناخنم استفاده میکنم و همونطور که میبینین خیلی راحت پخش میشه و شکل میگیره. و از مدلی که بافت سخت تری داره برای مجسمه سازی و کارهای برجسته ازش استفاده میکنم. به راحتی میتونین توی دستتون فرمش بدین بدون اینکه به ناخن بچسبه و خیلی راحت شکل میگیره. بیلدر ژل که همونطور که میبینین برای کارهای سه‌بعدی میتونین ازش استفاده کنید. پلی ژل که من توی کار ناخن مصنوعی ازش استفاده ای نمی کنم و فقط برای ساخت یه سری چیزا مثل اون پالت انگشتری ازش استفاده می کنم. و در نهایت قطعا شما به همه این محصول برای شروع کارتون نیاز ندارین و صرفا این ویدیو رو درست کردم که شما ببینین که از این مواد توی کار ناخن مصنوعی چه استفاده ای میشه. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودین. ممنون میشم که اگه سابسکرایب کنین کانالو و لایک و کامنت یادتون نره. تا ویدیوی بعد، خدافظ.